آقا دوستان خیلی گیر داده بودن آیسان بدن چجوری اینقدر وحشتناکه، نیست همچین بدنی. بچه صبحونه من امروز این بود. نمیتونم بگم تبلیغ میشه تو خمرو بچه ها. آقا ما یه رفیق جدید پیدا کردیم میخواد ما رو برای دور و بر الی رو ببینیم هفته دیگه. حرف نداره داداش. مربی گلف منم ایشون از این به بعد. آقا مهدی رو آقا کانادا اینو دیدین تو رو خدا اینو نگه دارین نذاریم بره. مهدی رو نگه داریم هر جوری هست. واقعا حالا بگیرن تو ماشین بندازم. نه آقا هر کی بیزینس تو کانادا داره من یک ماه براش فور فری. من تو عمرم کامرشال تبلیغ نکردم ولی اگر مهدی رو بگیرین آقا این سم آدم خوبیه چون گوش سگشو نزده. خیلی حال کردم با این قضیه چون میدونین که گناه داره حیوان. گوش بلبلی چقدر خوشگله آجی. من آقا سم من امروز من میگه سگ چون میدونه من استاد تعلیم سگ هستم جا آورده بهش تعمیم. sit down baby نه آقا نکن تو هم دیگه. حالا آیسی رو بگیر دنبال آمبول کزاز بگردیم وسط اله روز تعطیلی. حالا آیسی رو بگیر. آقا مهدی رو بس یادتون باشه نگاه کنین قد هیکل اینو بگیرین آجی اینو بگیرین. آخه بذار بشین همونجوریه داره بیا عکسم هم. من عاشق این سگم اصلا باورتون نمیشه. هر وقت استوری میذارم من سگ خیلی دوست دارم نمیتونم بخرم چون وقت ندارم. میریم خونه ما من عینک بردارم بعد میخوام بریم یه جا راه بریم من و لبرون جیمز و مهدی و سامو گیر داده. آخه امشب دروغ چرا به شما من بگم چون بچه‌ها ام بی ای که میدونی که آندر کنترل همشون دیگه. دیدم کلید کرده آیسی میای اینجا گفتم نه داداش دیگه سم واسطه شد گفت آقا هر جوری هست بیا اینا. حالا داریم میریم اونجا دیگه. احتمالاً لبرون رو دیدم یه لایو براتون میذارم. فعلا قربانت خداحافظ. مهدی رو بگیریم مهدی رو. اینجا پیاده روی خیلی باحال اینجا با حاجی و مهدی و سم و کریم و خیلی سیکه اینجا حاجی. اون دوتا دزدن سمت راست نشستن سمت این بران پشمام رو خیابان دیدم. اون دوتا جیب بر سمت راست. آقا من همیشه میگم که میخوام بیام الی یه روزی استخر و رب دو شام و این صحبت اونا رو میکنم. اون که آقا اون همونه که گفتم صبح میخوام بیام مهمونا دارن صبحونه میخورن من لخت بیام برم تو استخر اونجاست. بعد بچه‌ها میگن آجی لباس بوی زن و بچه اینجاست فلان. میگم نه آقا صحبت چی نکن. سم دقیقاً داری متوجه میشی دارم میگم. آقا اینو یادتون نره مهدی. تولد من به ور و بچ گفتم آجی برای تولد من اون خونه رو برای من بگیرین خدای. این استخر داره میبینید اصلا میلرزه چقدر این خونه قرمزه رو دیدی؟ اون خونه قرمزه رو دیدی؟ کدوم 4 میلیون؟ وای چقدر اینجا سیکه های دیوانه شدیم.
خیلی اینجا خوش آمده و از این به بعد همش میخوام بیام اینجا پیاده روی. خیلی زیباست حاجی. عکس قبلی رگ روی دست من نگاه بکنین چه رگی دارم من، حال کن. حاجی اومدم اینجا تیشرت امتحان بکنم چون شما رفیقای من هستین، همراه من باشین اینجا آمار بدین خوبی نه بپوشم یهو بیام. حاجی نه کوسه آقازاده باشی با سر قدیر گردن داری دیگه. این احتمالا مالی اردک ماهی بوده، قلاب انداختن نتونستن اینو بگیرن، همه گیر کرد. این چه کسکش بازیه. بگیرم اینو نه نمیارزه با قیمتش. آستینش کوتاست، بذاری سایز بزرگتر بگیرم. اینو وایسا آقا مشکیش هم داره، گفتم یه سایز بزرگترش شد. هم دخترونه هم پسرونه. ای خدا پاره شد بیرم نایداده بیدم ببوشم داره. مشکیش بهتر ولی من روشن نمیبوشم. این بهتره، این بهتره نه؟ اینم کوچیکه، بزرگتر بگیرم پشتش. پای دارم ما بود. آقا مخلص رفقا اونو تهیه کردم. حاجی هم میدونه دستکش خریده. آقا اینو نگاه کن چقدر خفنه، نمیدونستم. نگاه کن دیدی اینجوری میکنی او خفن‌تره. این میگه حاجی میگه من خفن‌ترم. حاجی خفاه خفاه. معتقد چیه؟ اون وایساده حاجی میتینگ داره میخواد بره دنبال آذوقه. من میخوام برم ملیو بشینم برای خودم تنهای شامی بزنم و اینا. ما میگیم زدیم شما بگین زدین. حاجی رو بگیرید یه بنزین بزنیم حاجی بره دنبال زندگیش. من فعلا برم خونه یه استراحتی بکنم. سردم حاجی خیلی سرده فعلا. دادو این خیابون خیلی قشنگه. حاجی رفت میتینگ داشت، من خونم. منم میخوام یه ساعت دیگه برم یه جا سوسکی شام بزنم خودم. میگم این شهر یه صفایی داره حاجی، غروبش که اصلا فیلم سوپر خالکسه. واقعا تو این شهر حاجی بخوای سالم زندگی کنی خیلی سخته. حاجی تو فکر کن خدای نکرده یه چیزی مصرف بکنی اینجا باشی بعد بدونی از کجا اومدی. اصلا گیربکس حاجی کسکونش قفل میکنه، بهش میگن کوچولوفسکی، فهمیدی؟ یه غ توش داره خیلی سبک، کوچولوفسکی، فهمیدی؟ آره یعنی کسکون قفل میکنه با همین دیگه. خواستم اینو بگم. خداحافظ. آقا جسارت نمی کنم ولی خیلی کسخولی تو این شهر آدم زن بگیره حاجی. عذرخواهی میکنم اینا که گرفتن که انشالله پایم پیرشن، ولی اینایی که در شرف گرفتن هستن یه دبل چک دوباره بکنن. چون واقعا من اینجا راه میرم یه سری سفیدا رو من میبینم حاجی خارکسته جنوب میشی اصلا. والله به قرآن مجید
من از اینجا بیام بیرون احتمال داره از صبح بتونم دنبال همه راه بیفتم. آره خیلی اوضاع اینجا وخیمه. عجب آجی فردا باید برگردیم. مادر این زندگی رو من گاییدم آخه. خونه برشیم ما اینجا داریم قراره برگردیم. نمیدونم. هی میخوایم با یکی بمونیم میایم الی دوباره میگیم آجی کسخولم می با یکی بمونم. خرکس ننه آدم گذاشته مگه دیوانه مگه با یه دونه بمونی. انگار که پلی استیشن بخری فقط یه بازی داشته باشه. آقا شوخی کردم ها. کیره خر نشه فردا باید فردا نفرین ناله مادر زنایتون ما بیفته پشت ما یه موقع بشینن سفره بذارن. ایران اینجا همه پولدارن دیگه. تهران مهرانی هن. تهران پولدار مولدارن. سفره میذارن دست به دعا میشن انرژیشون میزنه خوار صاحب بچه رو میگاد. شوخی کردم آقا. زنتون رو نگه دارین زندگی بکنین بابا جان. ولش کن. آره من هستم بچه‌ها. من هستم ناراحت نباشین. برای شما همه جبران میکنم. آره قربانت. چاکر رفقا بعد یه چرت سبک من میرم اینجای گمنام برای شام. بعدشم برم خونه ساکماک رو جمع کنم که فردا صبح برگردم. بعد خدا رو شکر 2 هفته دیگه کلرادو. بعدشم میام اینجا دیگه 6-7 روز اینجام. نیویر اینجام دیگه. همین دیگه برنامه تولدم آجی چیدم. حالا بعدم به شما میگم چیکار میخوام. واسه شروع قلوقی ندارم. قربانت خداحافظ.